چاه زمزم چاه مقدس آبی است در مسجدالحرام واقع در شهر مکه. این چاه در نزدیکی مقام ابراهیم و در 18 متری کعبه در زیرزمین واقع است و آب آن توسط پمپ از طریق لوله‌کشی به زائرین میرسد. این چاه در قسمت شرقی مسجدالحرام قرار دارد. پیرامون آب زمزم تحقیقات بسیاری انجام شده است. ایمو ماسارو، محقق ژاپنی که تحقیقات دقیقی پیرامون آب انجام داده و کتاب‌های بسیاری در این زمینه نوشته است، میگوید مولکول‌های آب زمزم با بقیه آب‌های جهان متفاوت است. بقیه آب‌ها را تغییر می‌دهد اما خودش تغییری نمی‌کند. اگر یک قطره از آب زمزم را به 1000 قطره از آب دیگری اضافه کنیم، آن آب‌ها خواص زمزم را پیدا می‌کنند. در آلمان نیز کنت فایز، مدیر یکی از بزرگترین مراکز پزشکی در مونیخ آلمان، در بررسی‌هایی فهمیده است 20 دقیقه بعد از خوردن آب زمزم انرژی زیادی به جسم منتقل می‌شود و می‌توان از زمزم به عنوان درمان مؤثری در بخش‌های مختلف پزشکی استفاده کرد.